سلام علیکم هواداران شهر محمد جان، صبح صادق بر شما مبارک. پدر خانه دم خشتگی استراحت کرده، دخترش میدامه به آتا ما خانه نوروز شام میرم، ما پگه ختم کننده اگزامین داریم، درس تیارکنی میرم همونجا. گفته نمیری ای آتا، گفته بیا یک روی نکه خیلی همسیف ما آخه چی گفت شده برم آخه. گفته نمیری ای آتا، گفته مثلا نفهمیده سامی جگون گب نیسته پراست من میخوام برم پگه اگزامین داریم آخه. گفته خدازده نمیری. گفته سببش چه پدر؟ گفته سببش همه که این همی آچتم 18 سال پیش خانه خودمان درس تیارکنی آمده بود تا حاضرم نرفته. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. غریب شهر محمد در شما خواستیم یک قصه پیشنهاد شما کنیم. قصه درباره اندره افغانستان در کنترکت کار میکنه، ای خدمت برمیگرده میده خانهش میاد کلیکاش که در روی میکنه میدرویه زنش قتل لباو نگین آخه خواه گزیله میشه پستلیت میره رو زریجت میکنه پیشانی لباو نگده میمونه کشک کده میگیره کوخنی میاره میگه تو دلبایا بیچی ما اونجا خدمت خلق کردیم تیجه بلک خطی زنی ما عادیق داری این مردکی نیست های گفته خیلی مرا نپران آدمی های خیشید اندره میگه یک کار میکنیم من آخه دو تیرسنی بالا بپردم میبینیم سویتا آمد اگر اول پیشی ما آمد زنشی مرا بسیار ناز ببینه پیشی تا آمد تر بسیار ناز ببینه گفته خرش آخه دو تیرسنی آسمان بزنه خشانو میپرتید سویتی نخه میای نگاه میکنه هر دوشی نخه تلال خوان ای بالکان نرو فیران میکنه ابراهیم بخه ایجا بیا این دو خدازده خشون پروندیه با نوبتی تایب سربلند باشم برادرها لایک فراموش نکنید.